عباس پناهی ماکویی در سال 1281 شمسی در شهر ماکو در خانواده تجارت پیشه به دنیا آمد. دوران کودکیش را در همین شهر مرزی گذراند و از سال 1287 به خوی آمد تا تحصیلات ابتدایی خود را در آنجا به پایان رساند. سپس در کارهای بازرگانی به پدرش حاجی علی اکبر آقا که از دانش زمانه خود بهره کافی داشت و به جرم شرکت فعال در انقلاب مشروطیت از سوی کارگزاران شاه خودکامه مدتها تحت تعقیب قرار گرفته بود، کمک کرد. در این کار مدت 16 سال شهرهای مختلف ایران و قفقاز و استانبول و دیگر شهرهای خاور نزدیک را زیر پا گذاشت و آنچه میبایست از تجربه و علم آموخت. حاصل این سفرهای اجباری و در عین حال مفرح و دلانگیز برای عباس جوان شکوفایی استعداد ادبی و باز شدن دید پرسشگر و کنجکاوش بود. کار قلمی و نخستین تجربیات ادبی خویش را با شعر آغاز کرد. در 15 سالگی متأثر از اشعار کلاسیک شاعر بزرگ آذربایجان علی اکبر صابر هوب نخستین شعرش را در روزنامه یعنی فیکر یا اندیشه نو چاپ تفلیس به زبان ترکی آذربایجانی منتشر کرد. 1 سال بعد با سرودن الفبای نو ترکی اصلاح الفبای آذربایجانی را به عنوان ارزنده ترین اقدام ستود. هنوز 2 سال از تجربه های شعریش نگذشته بود که به نثر روی آورد. در سال 1304 شمسی نخستین اثر مصورش به نام پریشان در همان روزنامه یعنی فیکر چاپ شد و مقام دوم مسابقه ای را که به همین منظور از سوی روزنامه ترتیب داده شده بود نصیب وی کرد. در همین دوران است که نوشته‌های دیگری در روزنامه آذربایجان چاپ باکو و نشریات دیگر منتشر می‌کند. پدر را که از دست داد رخت به وطن مألوف کشید و دوباره در ماکو رحل اقامت افکند. هنوز 1 سال از جابجایی ناخواسته‌اش نگذشته بود که به جرم شرکت در فعالیت‌های ملی از سوی حکومت مرکزی گرفتار شد و به زندان افتاد. پس از 1 سال از زندان آزاد گشت و به زنجان تبعید شد. حکم تقدیر چنان بود که مدت حبس و تبعید 4 سال بیشتر طول نکشد. همزمان با ورود ارتش سرخ به ایران همراه